سلام رفیق. تا حالا شده یه خاطره رو با تمام جزئیات به یاد بیاری؟ بوی هوا، رنگ دیوار، صدای پرنده ها. حالا تصور کن همه چی رو همه وقت برای همیشه یادت بمونه. حتی قبل از تولدت. این یعنی حافظه کامل و شاید روزی ما بتونیم با مهندسی ژنتیک چنین ذهنیتی بسازیم. اما چطور ممکنه؟ بذار یه سر بزنیم به دنیای علم. ما انسان‌ها از یه سری ژن استفاده می‌کنیم که کارشون ساختن نورون‌ها و ارتباط‌های عصبیه. یکی از مهمترین‌هاش ژن BDNF هست. این ژن نقش حیاتی توی حافظه بلند مدت و یادگیری داره. اگه بتونیم نسخه‌های تقویت شده این ژن رو وارد بدن کنیم یا حتی فعالترش کنیم، احتمالش هست که مغز بتونه اطلاعات رو با وضوح خیلی بالاتری ذخیره کنه. تازه داستان به همینجا ختم نمیشه. علمی به اسم اپتوژنتیک که با نور نورون‌های خاص رو روشن یا خاموش میکنه. یعنی شاید بتونیم خاطره که یادت نیست رو با یه پالس نوری دوباره به یادت بیاریم. ولی اینجا یه سوال مهم پیش میاد. اگه همه چی رو یادت بمونه، از لحظات شاد گرفته تا تلخ‌ترین خاطرات، آیا زندگی قابل تحمل میمونه؟ مغز ما فراموشی رو داره تا ما بتونیم به زندگی ادامه بدیم. پس شاید فراموشی یه نعمت باشه، نه یه ضعف. و حالا این سوال برای تو. اگه میتونستی حافظه کامل داشته باشی، اصلا میخواستی اون امتحان کنی یا ترجیح میدادی بعضی چیزها رو همیشه فراموش کنی؟